در اینجا داره فرق بین ازدواج در اسلام و زنا رو بیان میکنه. یکی مسلمانی تماس میگیره میگه که باباش اینطوری نیست که شما فکر میکنید، در غرب فساد است، فحشاست، این است فلان است، اما در بین مسلمان ها این مسائل نیست و از این حرفا. آقا اعصابش خراب میشه. بعد ادامه رو ببینید که چی کار میکنه. یک تصویر نشانتان میدم. شما همین شخصیت را میشناسید نمیشناسید؟ من میخوایم از شما بشنوم که شما این شخصیت را میشناسید یا خیر. همین شخصیت بزرگوار را میشناسید چه کسی است؟ عکس یک زنی رو نشون میده با حجاب. میگه که این شخص رو میشناسید؟ که بیچاره میگه نه من نمیشناسم. نه خیر نه برادر. میشناسم. حالا خیره میگه نمیشناسم. حالا ما نمیتونیم سرش تحقیق کنیم که تو باید بشناسی. عزیز من، این بانو مدافع مسلمانان که امروز توسط اسرائیل در فلسطین هم کشته میشه، پرچم فلسطین را تا در بدن خود قرار است تاتو بزنه. یکی از مسلمانان مشهور و یکی از مشهورترین پرنستارهای جهان است. میگه یکی از مسلمانهای مشهور از مدافعین حقوق فلسطین. باور کنید همین شخص، همین خانومی رو که نشون میده خیلی با شرفتر از این خبیث است. خیلی با شرفتر از این خبیث است که حداقل آمد از آینده گذشته خودش، از اعمالی که انجام داده بود اظهار پشیمانی کرد، واقعیت‌های زندگی پرنستاری خودش رو گفت و چه جنایت‌هایی، چه وحشیگری‌هایی که با شده همه اینا رو بیان کرد و اظهار پشیمانی کرد. اما خیلی جالب است. تا الان هم شاید بعضیاتون فکر بکنید، کسایی که آشنایی ندارن فکر کنن که بله این یه خانم مسلمان است و از مسلمان‌های معروف است. این چه کاره است؟ شما گفتین ما نداریم در اسلام. شما گفتین شما پر ندارین در اسلام. این که تجارت پر را جهانی ساخته. بانو هم مسلمان عزیز من. حالا من کاری ندارم با اون عملش خوب است یا عملش بد است، انتخاب خودش است یا انتخاب مامایش است یا انتخاب کاکایش. اما این بانوی محجبه به نام میا خلیفه که مسلمان هست، صنعت پرن را جهانی ساخته. نظرتون در مورد این بانوی مسلمان چیه؟ خب انسان‌هایی هستند که اونا شیطان رانده شونه. شما بیشتر گفتین نداریم. شما در جهان اسلام پر نداریم، مسلمان این کار را نمیکنن. یکی مشهورترین شمی است. مشهورترین گمی است. او مثل شما شاید از دین منحرف شده باشه. از دین منحرف شده باشه. مرغ شما هیچ جای پایش نمیلنگه، چون هر جا مزخرفات برای گفتن دارین. درست است؟ مردی که در یک شب الان این نطفه گندیده هر جا که یک سیبیلوی رو دید، یک جایی که یک مرد بروتی رو دید، فکر میکنه که پدرش هست. خب در بین اینا خب میدونید دیگه چه مشکلاتی وجود داره. حالا دوستان عزیز گفت که این یک از زنهای مشهور مسلمان هست و این از مسلمانهای معروف هست و این خانم محجبه هست، فلان است و این است و اون است. در مورد این یک عالم دروغ‌هایی که این شخص در این مورد گفت. حالا این شخص کی است؟ دوستان عزیز فقط یک سری به ویکی‌پدیای حضرت آیت الله بسیار میبخشید، حضرت آیت الله ویکی‌پدیا یک سری بزنید، سیر و پیاز همه رو در اینجا افشا میکنه. دوستان عزیز این به عربی هست، میا خلیفه به اسمش به انگلیسی. در آمریکا زندگی میکنه، تابعیت آمریکا رو داره، اصلش از لبنان است. در سال 2000 با خانوادهش به آمریکا میره، در دانشگاه تکساس در اونجا درس خونده و اینم کلا زندگی نامه ایشون. نکته جالب این است دوستان عزیز، بله میگه ایشان در مقاله‌ای که در مورد او مصاحبه‌ای که با BBC داشته میگه که در حالی که ایشان از یک خانواده مسیحی کاتولیک است، با این وجود
ایشان دیگر به کاتولیکی خودشون پایبند نیست. انه علی رغم من ان اسرتها کاتولیکیه، در حالی که خانوادهش کاتولیکی است، اما ایشون یعنی تعالیم کاتولیکی رو اجرا نمیکنه. دوستان عزیز، من گفتم که این هر بروتیری که دید خیال پدرش میکنه. دوستان عزیز، در لبنان، در اردن، در سوریه ما تعداد زیادی از مسیحیانی داریم که عرب هستند و مسیحی هستند و از زمان قبل از اسلام در اونجا زندگی میکردن. حتی در شمال عربستان کنونی مثلا قبایل غسان بودن، قبایل زیادی از عربهایی بودن که مسیحی بودن، تابع امپراتور بیزانس در استانبول امروزی که مرکزشون بود، تابع امپراتوری بیزانس بودن و اینها عرب بودن و مسیحی بودن و بعد از اسلام دینشون رو بعضیاشون حفظ کردن، بعضیاشون مسلمان شدن و اینها تا هنوز هم هستن. اسمشون اسمای خلیفه و نمیدونم اسمای اسلامی ندارن، احمد و محمود و محمد و علی و حسن و حسین چیزا ندارن، اما اسمای عادی اسلامی دارن اکثرشون. مثلا اسم خلیفه رو خیلی راحت میگذارن، جاسم میگذارن، یعنی اسمای عربی است، اما اینها خانواده های مسیحی هستند. یکی از اینها، از این خانواده های مسیحی کی است؟ همین میا خلیفه و خانوادهش هست که یکی از پرنستارهای معروف دنیا محسوب میشه و این صفحه رو همچنین اینم خدمت شما عزیزان. بله، فارسیش همونطوری که عرض کردم، برید هر چه دوست دارید در مورد ایشون در ویکیپیدیا. بله، میا خلیفه در بیروت لبنان زاده شد. خانواده او کاتولیک بودن. او نیز ابتدا کاتولیک بود اما دیگر به مذهب اعتقاد ندارد. خانواده او در سال 2001 هنگامی که 7 ساله بود به مریلند در ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و میا در شهر مونتگومری مریلند زندگی کرد. او در دوران دبیرستان لاکراس بازی میکرد و او از دانشگاه تگزاس در آلباسو کارشناسی تاریخ گرفته است. برصورت این در مورد ایشون. عزیز دل برادر، این خبیث ها، این احمق ها حاضرن هر نوع بیشرفی و بیحیایی و دروغگویی و تلبیس و خیانت بکنن تا به اسلام ضربه بزنن. ما بهشون میگیم که میا خلیفه پرنستار معروف جهان پیرو همون کلیسایی است که به تو کمک میکنن که بر علیه اسلام صحبت بکنی، دروغ ببندی. بابا جان، یک کمی شرف داشته باشین، یک کمی وجدان داشته باشین، یک کمی حیا داشته باشین. و این صفات اخلاقی که دیگه یعنی حتی در اونایی که در جنگل‌های آمازون هم زندگی میکنن، این صفات اخلاقی برایشون جز فضائل اعمال از فضائل اخلاق است. دین نداشته باش، الی جهنم و بئس المصیر، به خدا اعتقاد نداشته باش، الله سبحانه و تعالی تو رو در قهر جهنم عذاب بکنه، اما اینقدر دیگه بیشرف و بی‌حیا نباش. این یکی از دروغ‌های دیگری که این خبیث گوساله نسبت به اسلام و مسلمان ها نسبت داد. با بی‌حیایی تمام میاد دروغ میگه و اصلا هیچ ابایی هم نداره، چون وقتی که شرف نداشته باشی، وجدان نداشته باشی، حیا نداشته باشی، هر چی که دلت خواست انجام بده. اینا از همون جماعت هستن.